ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد. اینو من قاطع صریح با تجربه 40 و چند ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم. هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. ماهیت فتنه این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. این مربوط به رئیس جمهور فعلی آمریکا هم نیست، این مربوط به این شخصی که الان رئیس جمهور نیست، این مربوط به سیاست آمریکاست. سیاست آمریکا اینه. کشوری با این خصوصیات در یک چنین مرکز حساس جغرافیایی، با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیت، اینا نمیتونن تحمل کنن چنین کشوری رو با این پیشرفت هایی که لحاظ علمی، لحاظ فناوری در بخش‌های مختلف داره میکنه. این برای آمریکایی قابل تحمل نیست. از اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینها برای کشور داشتند و به دست مردم، به دست جوان‌ها، به دست آحاد مردم در سراسر کشور با رهبری امام بزرگوار این سلطه از بین رفت. از روز اول اینا به فکرن که اینو برگردونن، یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون، تحت سلطه سیاسی خودشون، تحت سلطه اقتصادی خودشون قرار بدن. هدف اینه. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد. اینو من قاطع صریح با تجربه 40 و چند ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم. هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. ماهیت فتنه این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. این مربوط به رئیس جمهور فعلی آمریکا هم نیست، این مربوط به این شخصی که الان رئیس جمهور نیست، این مربوط به سیاست آمریکاست. سیاست آمریکا اینه. کشوری با این خصوصیات در یک چنین مرکز حساس جغرافیایی، با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیت، اینا نمیتونن تحمل کنن چنین کشوری رو با این پیشرفت هایی که لحاظ علمی، لحاظ فناوری در بخش‌های مختلف داره میکنه. این برای آمریکایی قابل تحمل نیست. از اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینها برای کشور داشتند و به دست مردم، به دست جوان‌ها، به دست آحاد مردم در سراسر کشور با رهبری امام بزرگوار این سلطه از بین رفت. از روز اول اینا به فکرن که اینو برگردونن، یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون، تحت سلطه سیاسی خودشون، تحت سلطه اقتصادی خودشون قرار بدن. هدف اینه. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد. اینو من قاطع صریح با تجربه 40 و چند ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم. هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. ماهیت فتنه این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. این مربوط به رئیس جمهور فعلی آمریکا هم نیست، این مربوط به این شخصی که الان رئیس جمهور نیست، این مربوط به سیاست آمریکاست. سیاست آمریکا اینه. کشوری با این خصوصیات
در یک چنین مرکز حساس جغرافیایی با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیت، اینا نمیتونن تحمل کنن چنین کشوری رو با این پیشرفت هایی که از لحاظ علمی، از لحاظ فناوری در بخش‌های مختلف داره میکنه. این برای آمریکایی‌ها قابل تحمل نیست. از اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینها برای کشور داشتن و به دست مردم، به دست جوان‌ها، به دست آحاد مردم در سراسر کشور با رهبری امام بزرگوار این سلطه از بین رفت. از روز اول اینا به فکرن که اینو برگردونن، یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون، تحت سلطه سیاسی خودشون، تحت سلطه اقتصادی خودشون قرار بدن. هدف اینه. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد. اینو من قاطع، صریح، با تجربه 40 و چند ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم. هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. ماهیت فتنه این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. این مربوط به رئیس جمهور فعلی آمریکا هم نیست، این مربوط به این شخصی که الان رئیس جمهور نیست، این مربوط به سیاست آمریکاست. سیاست آمریکا اینه. کشوری با این خصوصیات در یک چنین مرکز حساس جغرافیایی با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیت، اینا نمیتونن تحمل کنن چنین کشوری رو با این پیشرفت هایی که از لحاظ علمی، از لحاظ فناوری در بخش‌های مختلف داره میکنه. این برای آمریکایی‌ها قابل تحمل نیست. از اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینها برای کشور داشتن و به دست مردم، به دست جوان‌ها، به دست آحاد مردم در سراسر کشور با رهبری امام بزرگوار این سلطه از بین رفت. از روز اول اینا به فکرن که اینو برگردونن، یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون، تحت سلطه سیاسی خودشون، تحت سلطه اقتصادی خودشون قرار بدن. هدف اینه.